ببین ما از قسمت تیز بافت اسفنج استفاده میکنیم، نه از قسمت تختش، از قسمتی که تیزتره. بعد رنگمون هم همونجوری غلیظ و خامه‌ایه، چیزی رو رقیق نکردیم. رنگمون بهش طلایی هست؟ آره ببین اینجوری شروع میکنیم به زدن بدونی که فشار بدیم، آروم آروم، همون اسپانجینگ آن رو داریم کار میکنیم ولی غلیظ‌تر. بعد پخشش میکنیم، اوورلپ از تو دهن هم دیگه میاد، دور شارژش میکنیم. این برجستگی رو میخوام بمونه. اگه ایرادای زیرکار دیوار رو بگیریم، فشار نمیدم اصلا، چون اگه فشار بدم یهو لکه میشه.